دلیر امامعلی و عبدالله غربتی دو ژورنالیست و بلاگر تاجیک بازداشت شدند. واخوری امامعلی رحمان با فرماندهی ستاد مرکزی قوه‌های مسلح ایالات متحده آمریکا. قطار مسافربر در مسیر دوشنبه تاشکند از 20 ایون به حرکت آغاز می کند. اخراج 31 نفر مهاجر ازبکستانی و 17 مهاجر تاجیکستانی از قزاقستان. دلیر امامعلی و عبدالله غربتی دو ژورنالیست و بلاگر تاجیک شام 15 ایون در دوشنبه از جانب کارمندان دادستانی ناحیه شاه منصور بازداشت شدند. در این باره رادیوی آزادی خبر داده نوشت که سبب از جانب مقامات برده شدن این دو ژورنالیست در چی است و تا کجا آنها در صادر کردن کدام عمل گمانبر می شوند معلوم نیست. مقامات از شرح این قضیه خودداری می کنند. این حادثه در حالی است که دلیر امامعلی 4 ایون امسال بعد یک ثبت ویدیویش در حکومت ناحیه شاه منصور بازداشت و بازپرسی شد و بر رویش مشت و تارسکی هم خورد. باید گفت دلیر امامعلی صبح 15 ایون در صفحه فیسبوکیش خبر داده بود که او را در راه از دوشنبه به ولایت سوخت مقامات شعبه کارهای داخلی ناحیه عینی بازداشت کرده با خود بردند. بنا به نوشته خود دلیر امامعلی او نیت داشته به شهر کانی بادام برای ثبت فیلم نوبتیش برود، ولی بعد نصف روزی معلوم شد که دلیر امامعلی را به دادستانی ناحیه شاه منصور دوشنبه برده اند. بعداً شامگاهی چند نفری از داخل بینای دادستانی دلیر امامعلی را همراه با وکیل دفاعش بیرون برده به داخل ماشین سیاه شیشه انداختند. معلوم نیست که او را به کجا برده اند. همچنین عبدالله غربتی را روزنامه‌نگار دیگر که وقتهای آخر با دلیر امامعلی همکاری میکرد ساعتهای 16-15 ایون به بینای دادستانی ناحیه شاه منصور دعوت کرده 1 ساعت بعد به شعبه کارهای داخلی ناحیه شاه منصور انتقال دادند. فعلا سرنوشت این دو ژورنالیست معلوم نیست. مراجعت های خبرنگاران به مقامات حفظ قانون بی جواب مانده است. امامعلی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان دیروز 15 ایون با جنرال مایکل اریک کوریل فرمانده ستاد مرکزی قوه‌های مسلح ایالات متحده آمریکا دیدار و گفتگو کرد. بنا به اطلاع دفتر مطبوعاتی رئیس جمهور در این ملاقات گسترش روابط تاجیکستان و ایالات متحده آمریکا در بخش نظامی و امنیتی بررسی شده. در این ملاقات وضع کنونی در منطقه و جهان، مسئله‌های مبارزه علیه تروریسم و اکستریمیسم، قاچاق مواد مخدر و دیگر جنایت‌های متشکل فراملی گفت و شنید شده است. از این بیشتر درباره این گفت و شنید تفصیلات در خبر نیست. در یک ماه آخر این سفر سیمی مقام بلندپایه آمریکایی به تاجیکستان می باشد. اول ماه ایون نماینده خاص آمریکا برای افغانستان تاماس وست در تاجیکستان دورنمای افغانستان و کمک به پناهنده های این کشور را بررسی کرد. آخر ماه می دونالد لو یاور کاتب دولتی یا وزیر کارهای خارجی آمریکا در امور آسیای جنوبی و مرکزی از تاجیکستان دیدن کرده بود. قطار مسافربر در مسیر دوشنبه تاشکند دوشنبه از 20 ایون به حرکت می درآید. شرکت راه آهنی ازبکستان تیمیر یوللری در وبسایت خود بعضی تفصیلات خط حرکت را خبر داد. در خبر گفته شده است که از 20 ایون سال 2022 قطار مسافربری رقم 301 پریم 302 در مسیر دوشنبه تاشکند دوشنبه حرکت می کند. این قطار هر هفته از دوشنبه روزهای دوشنبه به راه برآمده روز سه‌شنبه ساعت 13:43 به تاشکند می رسد. حرکت قطار از تاشکند هر هفته روز سه‌شنبه ساعت 16:15 صورت گرفته هر روز چهارشنبه وارد دوشنبه می شود. کارمندان شعبه پلیس ناحیه آتیراری ولایت ترکستان قزاقستان شخصیت 48 شهروند خارجی را که غیر قانونی در قلمرو این کشور بودند آشکار کردند. طور ریاست پلیس ولایت ترکستان جمهوری قزاقستان خبر می دهد همه آنها در مناطق دشتی ناحیه دهات قرقانیر به جمع‌آوری فیرول شفابخش مشغول بوده اند. طور معلوم شد 31 نفر آنها شهروندان ازبکستان و 17 نفرشان شهروندان تاجیکستان می باشند. نسبت به این مهاجران پروتکل‌های مأموری ترتیب داده شده سپس با قرار دادگاه مهاجرین از این کشور خارج کرده شدند. این بود شرح خبرها تا این دم. برنامه‌های دیگری ما را در شبکه یوتیوبی پیام تیوی و تلویزیون ماهواره پیام تیوی پیگیری کنید. با ما باشید.